زنده باد دکتر نجیب. از نظر من شاید دکتر نجیب بوده. او دکتر نجیب یگانه مرد قهرمان بود که بی تک تک افغانا را درک میکرد و میگفت که افغانستان، من تا روزی که زنده هستم باید افغانستان باشم. محبوب ترین رئیس جمهور تا هنوز کی بوده در افغانستان؟ نجیب. نجیب غریب پرور بود. غریب پرور بود. اگر شوروی هم بود آرامی بود و چی نبود. محبوب ترین رئیس جمهور کی بوده؟ دکتر نجیب. چرا وطن فروش نبود؟ اگر ما ازار هستم دکتر نجیب واقعا کار خوب میکرد، همگی هم ازش راضی بود. دکتر نجیب وطن پرست بود، مردم دوست داشت، وطن دوست داشت، مردم حمایت میکرد، نان میداد. داود بهترین شد بعد میشد. من نجیب دوست داشتم. نجیب دوست دارم. ما یگانه کسی را تایید میکردم دکتر نجیب بوده. سردار داود. سردار داود. دکتر نجیب الله خوب رئیس جمهور بود.